از آن خرسند هستیم که شدتی که شاملشوی جوانان با این گروه بودن و سفر کردن با دیگر دولت‌ها بودن اشتراک آنها در مناقشه‌های جنگ‌های دیگر دولت‌ها خیلی پس گردید. از این خرسند هستم و مطمئن هستم که مقامات حفظی حقوق جمهوری تاجیکستان ما تشکیل کردیم بعد آخری اول و مقصد از آن بود که یک بار دیگر انیق آمار شماره اساسی رفتگان جوانانی که با این گروه شامل شدند شماره اساسی آنها را معین کنیم، شماره زنهایی که رفتن شامل شدند آنها را معین کنیم، عائله‌ای که با این گروه رفته شامل شدگان معین کرده سمت پیشگیری و پروفیلاکتیک آینده را معین کنیم و با یک نتیجه‌های معین ما رسیدیم. و گروه اپراتیوی تفتیشاتی که تشکیل شده است از گروه حساب مقامات حفظی حقوق از آن جمله مقامات کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و پروکراتورای گنرالی با تکیه با جوانان با شما ما پرونده‌های جنایتی نسبت زیاده از 150 نفر آغاز کردیم و در نسبت آنها گفتگوی بین المللی بین دولتی و وسیله هم اینترپل و هم سرمرکز اطلاعاتی وزارت کارهای داخلی گذاشتیم که همه آنها زیر نظارت هستند. از آن جمله ما با راه‌های اپراتیوی معلوماتی گرفتیم که امروز در جنبست 386 نفر در مناقشه‌های جنگی دیگر دولت‌ها از آن جمله سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان و دیگر دولت‌ها اشتراک کرده بودند. و معین کردیم که زیاده از 50 نفر جوانانی که گمراه شده و خواجه‌های خارجی خود رفته در این مناقشه‌ها اشتراک کردند هلاک گردیدند. از آن جمله 40 نفر عائله از جمهوری تاجیکستان سفر اشتراک کردند در چنین مناقشه‌های جنگی دیگر دولت‌ها رفته اشتراک کردند. یعنی با واسطه همکاری ما هم تشکیل کردن گروه‌های تفتیشاتی اپراتیوی همکاری با جوانان ما با یک نتیجه معین کردن یک امور معینی شامل شوی جوانان در دیگر دولت‌ها علاقه رسیدیم و ما توانستیم نقشه آینده برای پیشگیری کردن چنین شامل شوی را با یک جایگی کار کرده برآورده.